سلام به همگی گایز به چنل ایکس ای خیلی خوش اومدید. امروز میخوام بریم ماینکرافت سروایوال بازی کنیم. چه ماینکرافت سروایوالی؟ از اول تا آخر باید دراگون رو بکشیم. بله بکشیم. بله. صحیح. خب این ویدیو پارتی میشه چون خدا وکیلی نمیشه توی یه پارت دراگون واقعا کشت نمیشه دیگه. کشت. بله احتمالاً نمیشه. 7 تا پارت بشه چون ما نوب سگیم. بریم سراغ این ویدیو خفن. Let's go. خب گایز سلام. من باید حرف بزنم. آقا بریم میخوام مپو بسازم میذاریم رو هارد حقم نداریم چیز کنیم چه میگن یعنی بدون شما اصلا بازی هارد خیلی هارد پارمون سینا ولی بلده بلد ریدیم. خب الان میبینید گوشیامون اینجاست بچه‌ها میذاریم براتون تو ویدیو دیگه برای چی داریم میگیم. خب بذار من یکی هست اینجا. به اوف ای مهدی چه مپی داد بچه‌ها ببین. مپ لجنی؟ نه اینجا رو نگاه کن بغلمون دقیقاً چیزه ویلیجه؟ ویلیج نه چی میگن سنگ و ایناست. معدن بکن ای مهدی بکن. ببین بعد کارا رو تقسیم کنیم. الان یکی باید اول چیزای اصلی یکی باید چوب بکنه. آفرین. اون یکی باید بره چیز کنه تو غار. اوه چه غاریه اینجا. گفتم به مثل یه چیزی میمونه. بکن الان چوبا رو بکن. الان من غذا با من تو باید تخت با تو باشی یکیش غذاها با من کلا غذا و تخت با من. پس من چیکار کنم؟ تو چوب بکن. گوسفند چقدر اینجاست برگام. باشه الان برو یه دونه بساز اونجا باشه اوکی. من هنوز الان چیز کنم من فول سنگ میکنم خودمون آقا. چوب اول باید بسازی دیگه. میدونم حواسم اصلا نیست. واسه دیگه گوسفند. چی میگی تو؟ مشکل چیه الان؟ خیو وایسید الان براتون فول سنگ زرتی میکنم. من یه پشم به دست آوردم. تو فعلا چیزا رو همون نگیر. گوسفند توی اینجا. اوکی این کن. چیه این تو آپدیت جدید اومده این چیه؟ چی نه آپدیت جدید نیومده این فکر کنم 21 بود اومده بود. چی هست اصلا؟ خیلی وقت مانکرافت خیلی چیز بیخودیه. به چه در میخوره؟ هیچی هم نمیده بهت. بیخودترین چیزی میکشتت؟ نه. بکن سری فول سنگ چند تا میخواد؟ فقط سنگ با چیز از اینا باش میشه غذا درست کرد. من هیچی نمیدونم. بکن به در میخوره اینا اسکول نه فوش بدم. چیه؟ بابا ویلیج نزدیکه یعنی برگام ویلیج نزدیکه یعنی قشنگ همیشه اثبات شده است. آقا بچه چقدر گوسفند بچه خدا پارتی یه دقیقه وایسا بذار حرفمو بزنم ای گوسفند بزن در باسنش. مشکل داری بینا داریم زحمت میکشیم تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده خوش میدی بی احترامی میکنی من اعصابم به هم میریزه. یه دونه شمشیر یه دونه چیز دیگه یه دونه کلنگ دیگه یه دونه شمشیر یه دونه کلنگ شمشیر بیشتر چیز میخوای مگه بس دیگه بیا یه دونه کلنگ بس منم بساز. نه ساختم من یه دونه فول سنگی داشت. کجایی تو؟ بیا اینجا. خداش من فقط 3 تا چیز دارم. یه تخت هم میتونی منو بسازی. خب بیا حالا بیا اینا رو بگیر فول سنگتو بگیر یه چیز بده. چیکارم بیا اینم مال تو برداشتی؟ بله بریم آقا منم حلم دیگه. چقدر وقتی این شمشیر رو به دستم میگیرم مثل گنگ بودن میکنم. گوسفند بازم گوسفند دایمندی بگیری چی میشه جوجو بکش من دیگه الان بذار ببینیم. مسخره ترین راه مردن با لاماس. خیلی چرت و پرت. خیلی بذار من یه ذره بگردم این دور رو بار. این پایین چه قاری هست میشه یه چیزی دیگه دوباره. یه لحظه وایسا من چیز بسازم. چی میگم اسما رو یادم میره خیلی وقت باز فرنیس بود. فرنیس دیگه فرنیس بس. من دنبال چی بگردم؟ تو فعلا گوشت و اینا رو بزن بگرد دیگه. حالا تو صبح باید ویلیج پشمام گفتم نزدیکه. وایسا هوچی ویلیج لجنی یکی از کمیاب ترینه بچه‌ها. ویلیج بنویسید فقط تو کامنت ها برگامو بذارید من سریع چیزو بزنم بریم. اونجا چیه؟ ویلیج اوه ایوالو حله بودو بیا بالا فرنیس هم حله برو بذار یه دونه بسازم فرنیس سری. بابا بیا بریم ویلیج. اول ویلیج خودش فرنیس داره. راست میگی ولی خب حالا لازم میشه بریم. وایسا بکن ویلیج برگام. کجایی اسم منو داری میبینی؟ نه کجایی تو؟ بیا شمشیر رو بگیر تو دستت بریم. بیا اسکرین رو به بچه‌ها نشون بده. وایسا عشق کنید بچه‌ها. پول دادم گرفتم. اسپرم رام کن تو رو.
ویلیج پشمام چه وای ویلیج چه لجنی خیلی کمیه چه بابا. ویلیج خوش آب و هواییه. چه خفنه. برگام عجب چقدرم گنده است. برو لوت ایمتی لوت فقط لوت. باید بریم زودتر از اینجا سریع فقط. به به ببین چی پیدا کردم. لوت چی پیدا کردی؟ من 2 تا گوشت پیدا کردم. بیا گوشتا رو بدم بهت. من گوشت دارم استفاده باشه. نه خب باید گوشتا کلا دست تو باشه. بیا بگیر بردار. بیا ببینیم دیگه تو چی گفتی چی پیدا کردی؟ نون من میخوام بزنم برای همین رو بکنم. اینقدر خوش ویلیج برم بابا. میده ها بیا نونم اینجاست. ایول 4 تا ایمتی. بیا خونه بس. چی شده؟ یه دونه تخت درست کن. یه دونه تخت از تختا رو بکن. همین تختا رو بکن. بریم بزرگترین خونه رو برای خودمون 2 تا برداریم. جدا نخوابیم. یه جا 2 تا بخوابیم. بیا دیگه. آره بیا یکی از بزرگترینش حاجی ای. بیا این فکر کنم خوب باشه. از اینا که این داره یعنی برای رئیس. هندونه این یعنی برای رئیس قبیله است. بذار هندونه اینجا هر چی هست لوت کن. خبره که حادثه میکنه البته بدش چی؟ عجب چه خبره تو این ویلیج آجی؟ ایمتی بیا اینجا. همین چستمون باشه. نه اینجا کوچولوه یه ذره. یه دونه چیز بزرگ پیدا کن. چیه؟ خونه بزرگ. اینجا خوبه دیگه. ببینیم اون بالایی هم ببینیم چه. اینجا رو تو لوت کردی؟ آره حداقل یه دونه لباس چرمی بردار بدون لباس نباشیم. تو گذاشتم اونو. چیو؟ سینا زنده بمونه همینجوری عادی. اوف اون وری عالم خونه داره ایمتی. این ورش اینجا رو نگاه ایمتی. چیه؟ اون وری عالم خونه داره نگاه کن. بریم اونجا خونه بزرگی هم احتمالاً هست. من رفتم اون ورش. کجایی؟ واستا. بیا اون ورش. این بالا باشه. آفرین اون بالا یه عالم خونه دیگه هست. بالا. بیا تو از تو آب اینجا از اینجا بیا. هندونه. بابا لوت نکن. بریم اول یه خونه پیدا کنیم لوتامون رو بزنیم. الان من 8 تا امرالد دارم. 8 تا امرالد؟ آره. چه خبره؟ بیا این خوبه. این خیلی خونه خوبی هم هست. کتاب خونه هم داره. بذار بکنم این کتاب متواشو. بیا الان چی رو باید بیام اون کتاب توش داره واقعا. الکتاب بریز دور. کتاب بریز دور. میریزم دور. آتیشش بزن. بر مدرسه. تخت داری؟ یه دونه تخت بکن بیار. من تخت دارم. آره یکی دارم. این طرف که ایناست. اینا رو هم بکنیم. بودو ولی منو داری میبینی اسممو نیم تگمو ببین پیدا کن. من این چیزو بکشم. گالم. نه فعلا نکش. هر وقت خواستیم بریم بکش اینا. الان بکشی. تورچ بردار هر چی میبینی بردار. چیزای خوب. بیا 2 تا تخت. یه دونه تخت خودم دارم. یه دونه هم تو بیار بذار اینجا فعلا. اینطوری الان میتونیم اسبا رو رام کنیم چون 2 تا زین دارم. سیف کن فعلا. مثلا میشه سیف مهمتر ایمت. زنده موندن؟ سیف آره سیف داشته باشی اینجا. یه دونه همه تورچا رو بردارم. آره چست بردار. چستم بیار. یه چستم بیار. چست بساز دیگه خودت. واسه بزن این طلایی رو بردار. هست دیگه آخه. من تخت دارم نمیخواد. 2 تا رو گذاشتم. 2 تا نارنجی. هر بغلت بخوام. چی؟ اینجا چست یه دونه. خب اینا خب الان بده دیگه. بیا اینو برای ساخت چیز. چی؟ برای درست کردن همین چیز. بگو حرف بزن. چست یه دونه چست بیار. دور خدا با خودت. چست بیارم. یه دونه چست بیار. آره باشه واسه گوش موشتم که داری. گوش موشتم که داری. چقدر دارم لوت میکنم. آره من دارم خونه رو درست میکنم. بیا زیاد داری. خونه رو بساز. نمیخوادی که خونه این ویلیجر رو بگیریم. نه خونه خودش بیا خونه ویلیجر رو بگیریم فعلا. حالا بعدا خونه اینجا چرا سوراخه؟ تو گشتی اینجا رو؟ آره چقدر نون داره؟ یعنی نونا رو بر نداشتی؟ من شوخی کردم. همه چرا لوت کردی من؟ کاغذ به دردمون میخوره؟ خب چستاشونو یه دونه چست بردار. خونه رو دارم میسازم. آخه اینجا سوراخه. آره کاغذ خیلی به درد میخوره. میتونیم نقشه بسازیم بعد نقشه چیز نشون میده. خونه نه گنج نشون میده. یا اول فصل تو کی هستی؟ بده من چستا رو بردار. چستا رو تو بردار دیگه. تو مسئول من خونه سازی من مسئول خونه. ببین چه خونه ای برات درست کردم اینا. تورچ دارم من نمیداری. تورچ دارم. باشه بعد اینو چقدر گاو و گوسفند. تورچ رو برای من بنداز. چرا؟ من خونه میخوام. بابا این ای بابا چرا اینو سوراخ همش زیرش؟ گاو و گوسفندا رو بکش ای مهدی. این بود خونمون. چه خونه خوشگله میگه اینه. به بیا وسایل رو تو رو خدا تو این بذار فقط گم نشه. من اول امیرالدا رو میذارم. به بازم نون. اینا چیه؟ اینایی که اینطوریه. چی؟ این کاغذایی که روش نوشته داره. اصول اونا مپن وردارشون. مپ؟ آره بابا ببین توشو بخون چی نوشته. ببین
این از اینا هم بده بهم. کجایی تو؟ از اونام بده بهم، برای خونه میخوام. برای چیا؟ خب حل دیگه. ترش ای ویلیجر اومده اینجا. ترید کنم. بیا با این ویلیج 7 امرال یه دونه کاغذ بود. عجب آدمایی هستین. من اینو خودم دیگه چی بگی تو؟ ببین یه بار دیگه بگی خلیج عربی ها. یه برج میلاد گنده. خب خونه تموم شد فکر کنم. فقط یه خونه رو همه رو گشتیم. مثل یه ترش دیگه بعدم خونه رو. واقعا خونه رو همه رو گشتیم. چقدر زود. مهدی یه دقیقه تایم ویدیو رو نگاه کن. خیلی زود گذشته مهدی. بذار طولانی تر کنیم بابا. خداییش داره خیلی خوش میگذره. به بچه‌ها داره خوش میگذره. مگه نه این ولی این چیز هست پشمام. این برم ویلیجه. دروغ نگو. نرو مهدی نرو تو رو خدا. چرا؟ با هم بریم. بیا اینجا یه دقیقه. این ور چه ویلیجی هست؟ این ور هیچی نیست. این ور موزم نیست. برو. من خونه ساختم. بیا یه چیز خفن میخوام بسازم. چی؟ با پشما. چون پشما دیگه به دردمون نمیخوره. بیار اینجا چیز کن. عجب روانی هست. عجب اشتباهی بزرگی. میگم بیا اینجا بخواب سیف شیم بعد چیز کن. وسایلتو بذار تو چورش. اوی داره شب میشه آجی. وسایل بیا یه من چیز خوشگل بسازم بعد میام. بیا سمت خونه. اینو نگاه کن. چقدر زیبا. بابا بریم. آبا رو دیگه نده. نه بابا. بیا خونه. من نیم تگ منو میبینی. بده. نیم تگ تو آره دارم میبینم. اون خونه ماست. خیلی خوشگله. بیا تو. چیزام داری. یه لحظه تکون نخور. اینم بده. بنداز برای من. انداختم. کجا انداختی؟ اینجا رو زمین. این خونمونه. بیا تو فقط خونه رو نگاه کن. میشه تختار جدا بذاری اصلا؟ نه. دوست دارم بغلت بخوام جوجو. در رو به من سریع بخوابیم. خیلی خوشگله خونم. بخوابیم. خونه نو. بله. لختم من؟ نه. بخواب. من خوابیدم. بخواب. سیف شیم. شمشیر میخوابی؟ آره بخواب. دیوونه. خب زودتر میخوابیدیم ما بومت. بله خوابیدم. اوکی بچه ها اش کردی. سروایول رو فقط برو. پاشو. خب یه لحظه وایسا. وسایلتو بذار تو. نمیشه. یه لحظه وایسا. چرا اینا رو گذاشتی؟ واقعا حواسم نمیدونی نبود. وقتی چیزی بذاری بالا این باز نمیشه؟ حواسم نبود. الان باید برعکسشون کنم. نه برعکسشون. بذار تو وسایلتو. بذار هر چی داری بذار. جون نداداش. اینا رو میذارم اینجا. خوبه. خسته شدم. بیا حل دیگه. من چرا تو چرا تو من. کسی لوت تو کردیم. هر چی داری بذار. نمیتی فقط یه شمشیر بردار. یه شمشیر بدون یه دونه. آره از اونا کتابم. هر چی داری. یه دونه مپ هم بردار. میخوایم بریم جستجو. نه من برداشتم تو ور ندارم. یه دونه مپ بستم. خب بس دیگه. یه لحظه وایسا. بذار من همه چیزو. تو گذاشتی؟ من همه چیزو گذاشتم. بذار ببینم تو مپ چی نوشته. تو مپ چی کشیده. واه. نه اینجا داره خود ویلیج رو نشون میده. ببین یه مپ دیگه برداریم. ما یه مپ دیگه برداریم. خب نه بابا خوبه این مهدی. من 12 دقیقه است. خب گایز دم تک دیگه که ویدیو رو تا آخر دیدید. قراره دفعه بعد چیکار کنیم؟ ماجراجویی کنیم. بس لایک و سابو ببرید بالا. اگه لایک های ویدیو به بالای 100 تا برسه، بازدیداش به بالای 2000 تا برسه، زودتر پارت بعدیش بیاد. امیدوارم لذت کافی از ویدیو برده باشید و فعلا خدا حافظ.